سلام بچه ها، امیدوارم که کلی حالتون خوب باشه. امروز قراره 0 تا 100 این میکاپ هالووینی رو با هم دیگه یاد بگیریم که هم خیلی جذابه به دلیل سایه اسموکی که داره، همین که خب ترسناک هالووینیه دیگه. حتما با من همراه باشید تا همه مراحلش رو بهتون نشون بدم. خب اول از همه میخوام میکاپ چشمامو انجام بدم. میام یه فرم خط چشمی، حتی اگه نامرتبم شد مهم نیست، نزدیک بن موژم میکشم و بعدش شروع میکنم با یه براش به سمت بالا فیدش میکنم. حالا میام انتهاشو یه فرمی میدم که چشمام یه خورده کشیده تر به نظر برسه و حالا میام زیر چشمم یه خورده مشکی میکنم. خب سایه رو تا همینجا ادامه میدم و دیگه بهش دست نمیزنم، فقط یه ریمل بهش اضافه میکنم و موجامو خیلی منظم و مرتب و بدون عجله و زیاد ریمل میزنم. خب بریم ادامهش. در ادامه ما به یه خلال دندون نیاز داریم و اینو میایم اینطوری با مداد مشکی روشو سیاه میکنیم و بعد همین اصلا اگه سیاه کردیم میذاریم روی لبمون. بچه سعی کنید وقتی که دارید این کار انجام میدید این خطایی که میکشید، خط بالا و خط پایین، دقیقاً در موازات هم باشن، یعنی یکی پایین اینوری نباشه بالا اونوری، و یکم هم اینو تا بیرون میبریم. با مداد مشکیم یکم وسط لبمو سیاه میکنم و حالا با براشم اینجاهایی که سیاه کردم با مداد رو فید میکنم، دقیقا مثل سایه که اول زدیم بعد فید کردیم. الان برای لبمونم میخوایم همین کار رو بکنیم. و همینطور که این داخل رو دارم فید میکنم، میام این خطایی که کشیدم و یه خورده بهشون حالت میدم اینطوری. یه خطم از این قسمت لبم میکشم میام به سمت بیرون اینطوری. تا اینجا یه همچین چیزی میشه. بقیه‌شو دیگه حرف نمیزنم چون اگه ازش حرف بزنم خراب میشه. واقعا اجرا میکنم شما ببینید. فیدش میکنم و به این خطا هم حالت میدم اینطوری. از اینکه این کار کردم دوباره میام با این خلاله روی خطای عمودی رو پررنگ تر میکنم. قسمت بعدی بینیه. برای بینی اینطوریه که 2 تا خط میندازیم، یه دونه این ور و یه دونه هم این ور. حالا میام یه دونه دایره اینطوری وسط میکشم و بعد از اینکه دایره رو کشیدم داخلش رو پر میکنم. خب بعد از اینکه داخلش رو پر کردم میام به بغلاش حالت میدم اینطوری که یه خورده از حالت قشنگ گردی درش بیارم و میام بالاشو اینطوری میکشم. بعدشم با براشم یه خورده دیگه اینو میارم به سمت پایین و یه خوردم قد اینو
بلندتر میکنم. بچه به نظر من که علاوه بر این که ترسناک خودش یه خورده به خاطر سایه‌ای که زدیم به نظرم خیلی میکاپ هالووینی جذابی شده. شما میتونید این میکاپ هم اگر که توی مهمونی ها شرکت میکنید انجام بدید، همین که باش کلی عکس و ویدیو بگیرید. خیلی به نظرم باحاله. خودم که خیلی دوستش دارم و امیدوارم که شما هم ازش خوشتون اومده باشه. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چقدر خودم نیستم که الان دارم باتون حرف میزنم. حتما لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگید و اگه تازه منو میبینید سابسکرایب یادتون نره.